تا وجه داره آمازون که میخواستم اتفاقا هم شما میدونین و هم به بچه‌ای که میخوان بیان تو این کار. یه نکته رو اشاره کردی خیلی خوب بود در رابطه با اینکه تو و اگر که یه کار بلد کنارت نباشه قطعا نمیتونی حلش کنی. محصولات چجوری شروع کرد به فروش؟ نه خب ببین واقعیت اینه که واقعا بعضی از جنس‌ها تو آمازون خوب نمیره. درود دنیل جان، امیدوارم حالت خوب باشه. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی و این گفتگوی دوستانه رو با هم دیگه داریم. همونطور که بهت گفتم هدف از این در واقع گفتگو برای دوستان دیگه اینه که تجربیات کسایی که کار کردن تو آمازون رو بگیم، حالا درست، غلط، اشتباهات، نقاط قوت، همه چی رو خیلی صادقانه. چون من همیشه گفتم آمازون یه بیزنسیه که خیلی هم راحت نیست، یعنی شکست هم توش داره، اشتباهات هم داره، همین هست. تمام اینا رو میخوایم با توجه به، یعنی به صورت کلی دیگه، حالا با جزئیات محصول اینا نه، تمام اینها رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که حالا چه کارهایی میتونستی بکنی بهتر باشه، چه کارهایی نباید میکردی، همه اینا رو با هم دیگه صحبت کنیم. دنیل عزیز از تورنتو هستن با ما و امروز مدت فکر کنم یه چند ماهیه که هی پکیج‌های مختلف رو تبدیل کردیم و مدیریت اکانت و کلی با هم کار کردیم. اول از همه خودتو معرفی کن، شرایطتو من بگو و اینکه چی شد اصلا به فکر آمازون افتادی. و اول سلام میکنم امیدت و اینکه قبل از اینکه هر چیزی رو بخوام شروع کنم من باید اینو صادقانه بگم که من توی این مسیر که قرار گرفتم خیلی خوش شانس بودم که تونستم با شما آشنا بشم. یعنی واقعا بارها به دوستای دیگه‌ام که الان دارن از من راجع به آمازون سوال میپرسن و راجع به شرایطش میپرسن، چون میدونن تو این کارم، بهشون میگم اولا که این کار واقعا کار راحتی نیست و واقعا یه کوچ درست برای شروع کار نیاز دارید. یعنی اگر که یه کوچ کنارتون نباشه قطعا به شکست میرسید. این چیزی که من اول فکر میکردم شاید خودم از پسش بر بیام، خیلی آسونه، با یه سری صحبت میکردم آره میری یه اکانتی رو درست میکنی اینا، ولی وقتی واردش شدم درگیرش شدم دیدم اصلا اون چیزی نیستش که ما از بیرون فکر میکنیم. یه فول جاب کاره، یعنی کل انرژی تو ازت میگیره و اگه بلد نباشی به شکست میرسی. خب من تقریبا فکر میکنم حالا در رابطه با خودم بخوام بگم یک سالی میشه که 1 سال پیش من تصمیم گرفتم که تو آمازون کار کنم و خب من یه قدم جلو بودم به خاطر اینکه نیازی به سرچ کردن نداشتم که ببینم چه محصولی رو بخوام توی آمازون بفروشم. تکلیفم روشن بود، میدونستم چی میخوام، کار خود قدیم خودم بود. ولی وقتی محصولا رو آوردم تا روزی که تونستم این اکانت رو راه بندازم و برسم به در واقع فروش، واقعا 1 سال طول کشید. یعنی 1 سال من جنسم اینجا بود ولی هنوز گیج بودم، نمیدونستم باید با آمازون چیکار کنم، چجوری راش بندازم، تا اینکه دیگه به لطف شما تونستیم این مسیر رو بریم و حالا الان به یه جاهایی تقریبا رسوندیمش. ولی خب در مجموع بخوام بگم واقعا پیچیده است. تو هر قدمی که میری جلو با یه مشکل جدیدی مواجه میشی که تو اون لحظه برای حلش باید یه فکری بکنی و اگر که یه کار بلد کنارت نباشه قطعا نمیتونی حلش کنی. اینجوری نیستش که من بگم الان من یه پسته رو گرفتم، یه پکیجی رو گرفتم، خوندم، خب من همه چیزو میدونم. نه، واقعا اینجوری نیست. تو لحظه یه سری اتفاقات میفته که نیاز داری که یه نفر راهنمایی کنه و تو اون لحظه این کارو حلش کنی. مثلا من برای یکی از اولی محصولم یه برندی بود که قبلا تو آمازون ثبت شده بود، من اینو لیستش کردم، لیستینگم که آماده شد از بارکد خود محصول استفاده کرده بودم، میخواستم بفرستم، آمازون قبول نمیکرد. من هر راهی رو رفتم، چیزایی که بلد بودم که برسم به اون نقطه که این محصوله رو بفرستم، آمازون از من قبول نمی‌کرد، تا اینکه آخر دادم دست بچه‌ها شما مشکل حل شد و دیگه به منم آموزش دادن که باید چیکار کنم تو این شرایطو. درسته. 2 تا وجه داره آمازون که میخواستم اتفاقا هم شما میدونین و هم به بچه‌هایی که میخوان بیان تو این کار. یه وجهش اینه که اصلا اونطوری که دیگران وعده وعید میدن و راحته و اینو بخر بفروش نیست و نیاز داره که حتما به عنوان یک بیزنس، حالا اگه میخوای درآمد فول تایم داشته باشی، یعنی به اندازه فول تایم درآمد داشته باشی، باید فول تایم هم وقت بذاری. اگه میخوای در کنار
یه درآمد آب باریکه داشته باشی، خب به اندازه اون میتونی وقت بذاری، ولی وقت رو باید بذاری، یعنی اصلا وقت نذاشتن نداری. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که در آمازون همه چی حل شدنیه، یعنی هیچ جا گره کور نمیخوره، فقط باید بلد باشی. دانیل جان، من با خودم که صحبت میکردم تو جلساتی که داشتیم، وقتی که کاری میومد جلو و میرسید به یه گیری، یه کوه بزرگی به نظر میومد که خب واقعا برای که خود آدم بخواد بدون تجربه کسی دیگه ببره شاید ماها زمان ببره، ولی وقتی اونو رد میکردیم جالب بود روشی که آره یعنی یه جورایی، چون بعضی از بیزنس ها واقعیتش اینجوریه که شما وقتی که گره میخوری دیگه باز نمیشه، یعنی به گره کوری میخوره که هر کارش میکنی باز نمیشه. توی آمازون یه حسن داره، اگه درست انجام بشه و بره بالاخره اون باز میشه و حالا با توجه حل میشه. یه چیزی هم من میتونم اضافه کنم. ما فکر میکنیم که خب این یه فروش آنلاینه، یه وبسایته، پس از ما درگیری ذهنی، درگیری فیزیکی از ما نداره. ما جنس رو میگیریم میفرستیم آمازون، ولی باید اینو قبول کنیم ما اگر به صورت فیزیکی هم بخوایم یه تجارتی رو شروع بکنیم، یه بیزینسی رو، باید توی اون بیزینس یه مدتی بریم براش کار کنیم، خاکشو به اصطلاح میگن، باید خاک اون بیزینس رو بری بخوری تا توش آموزش ببینی، بعد بری برای خودتون کار راه بندازی. و این قضیه من فکر کنم تو آمازون هم صدق میکنه، یعنی درسته یه کار آنلاینه ولی باید بری براش تلاش کنی و آموزشش رو ببینی کامل. بله، خاکش رو بخوری به قول هم قدیمی ها و زمانش رو ببری. یه نکته رو اشاره کردی خیلی خوب بود در رابطه با اینکه تو تازه محصولت رو میدونستی چیه اینقدر. خب حالا من میدونم در مورد محصولم قرار نیست توی قضیه صحبت کنیم، ولی واقعا تازه محصول میدونستیم چیه اینقدر درگیر شدیم. حالا خب یه سری دوستان هم هستن که مثل شما محصول دارن، یعنی میدونن چیه و اون قسمت رو جلوترن، اما خیلی نمیخوام ناامید کنم کسایی که محصولی ندارن یا مثلا قبلا کاری نکردن. اما درست میگی، ببین شما یه قسمت کارو جلو بودی برای اینکه دانش و تجربه و اون محصولتو داشتی. اونایی که میخوان یه محصول انتخاب کنن باید تلاش مضاعف کنن، یعنی باید با اون محصول سریعتر MP3 برسن به دانشی که شما از محصولی که حالا مدت‌ها کار کردی و اونم با آنالیز و تولزایی که هست، حالا بحث الانمون نیست. حالا یه مدت پروسست بگو، من میدونم و اینا جواب این سوالا رو میدونم ولی میخوام خودت بهش برسی. ما توی کار کردنمون توی این پروسه یه سری سرعتمون زیاد بود، یه جاهای گلوگاهایی داشتیم که سرعت کم بود. میخوام تجربت از اونا به من بگید که من بتونم، دیگرانم شاید بتونن استفاده کنن از اون اشتباهی که کارم یه ذره به تأخیر میافتاد. من فکر میکنم به خاطر اخلاق کمالگرایی منه که یه ذره دوست دارم همه چیز بهترین شکلش بره جلو. مثلا سر همون مثال میزنم، حالا همون سر اون پارت اول، سر اون جنسی که میخواستیم بفرستیم، بارها خود شما به من گفتی اوکی از این کاری که داری میفرستی این تعدادش مشکل داره، بیا بقیه‌شو بفرستیم، پیجو ببریم بالا، ران کنیم، کارو فروش رو شروع کنیم، اینو درست میکنیم بعد ادش میکنیم. ولی من همش گفتم نه اینو درست کنیم همه رو با هم بفرستیم. خب این کمالگرایی یکی از دلایلی بود که مثلا من هی به تأخیر میافتاد کارم، هی عقب میافتاد و قسمت اشتباه کار من همین بود واقعا. من یه توضیح بدم برای کسایی که دارن میبینن. در واقع یه سری محصول داشتن آقای دنیل که یه سری وریشن داشتن، حالا کاتگوری حالا پوشاک بوده ولی حالا رنگ فرض کنید تمام رنگا درست بود غیر از مثلا 2 تا رنگ، یعنی 2 تا رنگ توی یه سایز خاص. این اتفاق توی آمازون زیاد میفته، یعنی که شما مثلا چندین رنگ داری، چندین سایز داری و یکی از اینا به مشکل میخوره. مشکل هم توی آمازون پیش میاد، اصلا ممکنه منطقی نباشه چون خیلی محصول اونجا هست، خیلی وقتا مشکل پیش میاد. توصیه ما اینه که حالا تجربه دنیل عزیزم هست، تجربه ما اینه که شما اون محصولاتی که درسته رو شروع کنید، ریت رو بگیرید، تازه رانش کردید بگیرید و بعد در نهایت سر فرصت اون 2 تا محصول رو درست میکنیم. این نکته‌ای بود که خوب شد حالا خود دنیل عزیز گفتش، ولی میخواستم منم مطرح کنم که
تجربه خوب بود. حالا نمیدونم، برمیگردم به خودت، نمیدونم حالا واقعا هنوزم همون کارو میکنی یا اونو یه خورده گذاشتی؟ نه دیگه، واقعا دیگه اونو حلش کردم تو خودم، چون عقب میافتادم، خیلی عقب میافتادم. درسته. خب بریم سر این که اصلا محصولاتت چجوری شروع کرد به فروش. آیا مثلا همه محصولاتی که میذاری همش میفروشه یا نه مثلا خب یکیش بیشتر میفروشه، یکیش کمتر میفروشه، یکیش اصلا نمیفروشه؟ خب تجرباتم بهم بگی. 100% همین جوریه. یکیش واقعا نفروخت و من حالا یادمه توی اون فیلم‌های آموزشی که داشتم برای اوایل شروع کار از خودت می‌دیدم، روی سایز محصولات خیلی تاکید می‌کردی، روی بسته بندیش، که مثلا بستش یه ذره از یه حدی بزرگتر میشه آمازون فید میره بالا. خیلی باید به این نکات ریز توجه کنی، بسته بندی چیزا تو سایزایی باشه که بصرفه برات. من یه محصولی دارم که فرستادم میذاره حجمش زیاده، آمازون فیش انقدر رفته بالا، خب من مجبورم که اون قیمت رو بیارم روی کارم اضافه کنم. بعد نسبت به رقبا جنسم گرونتر میشه، فروش نمیره. بله. من به این فکر میکنم چیکار کنم، بیام جنسامو از آمازون برگردونم خودم برای مشتریان بفرستم، برگردونم بسته بندیشو کوچیک‌تر کنم. همش دارم فکر میکنم چیکار کنم که اینو بتونم اون عددی که رفته بالا رو بیارم به عدد رقبا برسونم. یه سری نکات ریز داره میگم، وقتی میری تو دل کار تازه باهاش مواجه میشی. یعنی تا تجربهش نکنی و تا یه کوچه واقعا درست کنارت نباشه، راهنمایی کنی، نمیتونی اینا رو حلش کنی. و قطعا خب یه سری از جنسام هستش که اصلا فکرشو نمی‌کردم که مثلا انقدر خوب بفروشه، اصلا فکرشو نمی‌کردم. خوب یه چیزایی بود که خیلی خوب فکر می‌کردم که این بیاد 100% این جنس میره، گذاشتم میبینم که نه، مثلا هر هفته 2 تا دونه ازش داره میره. ولی خب یه تالرانسیه که یه سری خوب میره، یه سری نمیره، یه سری کمتر ضعیف میره، که فکر می‌کنم با تبلیغات بتونیم. نه خب ببین، واقعیت اینه که واقعا بعضی از جنس‌ها تو آمازون خوب نمیره. یعنی اینو مثال همیشه گفتم واقعا جنسی که بیرون داره کانتینر میفروشه ممکنه تو آمازون نفروشه، و جنسی که بیرون موندی جگردش کنی تو آمازون کانتینر بفروشه. خیلی هم کاتگوری و جنس و اینا نیستا که مثلا بگم این جنس اینجوریه. شما ممکنه همون پوشاکت رنگ قرمزش کلی بفروشه در صورتی که بیرون سبزش داره، یعنی جنس همون جنس دیگه و برعکس. رو همین حساب آره باید تمام تلاشمون رو بکنیم و بریم جلو تا اینکه جا بیفته. علت اینه که دارم میگم مسائل فرهنگیه. مثلا شما هم پوشاکی که آوردی ممکنه تو کانادا رنگ قرمزش بفروشه، توی امریکا رنگ آبیش بفروشه، به خاطر علاقه کانادایی‌ها به رنگ قرمز و علاقه اونا به خاطر حالا اونا هم قرمزن ولی از یه دیگه که ایتالیا مثلا آبیش بیشتر. میخوام بهت بگم که آره دیگه اینا یه قسمتی، ببین چند قسمت میشه. یه قسمتی برمیگرده به این که دانش اون محصول پروداکت رو داشته باشی. یه قسمت میشه که بهینه بتونی سریع. ببین کوچ چی کار میکنه برای شما؟ کار کوچ اینه که زمانتو کوتاه کنه دیگه. یعنی اگر که یه کاری که 2 سال طول میکشید انجام بشه رو شما بیاری تو 2-3 ماه یاد بگیری، به هر صورت تایم از مانی دیگه. شما اینجا میدونی که اصلا شرایط آره واسه همین خیلی ارزشمند. من اگه 8 ماه پیش 9 ماه پیش که جنس آماده بود، این دانشی که امروز دارم و داشتم، الان پارت سوم جنسام اومده بود. یعنی 3 ماه حالا این شارژ شده بود، ولی به خاطر نبودن این دانشه من فقط 6-7 ماه نمیدونستم باید چیکار کنم. تازه یه چیزی بهت بگم یعنی حالا میخوام بهت امیدواری بدم، چون الان که ما داریم ضبط میکنیم مارچ هستیم، اوایل مارچ هستیم، یعنی شما تو بدترین زمان سال تازه اینقدر فروختی. ایشالله بره جلوتر بهتر بشه فروشت مسلماً چه اصلا اگر جنست داره میره بالا، از همین الان فکر شیپمنت دم کریسمس تو بکن که اصلا نمیرسی. مثالی که بهتون بزنم، من خودم تو زمینه پوشاک یه زمانی حوله مردونه آورده بودم، تو ویدیوام هم گفتم. اینا اصلا به خاطر یه اشتباهی که شما شاید بهتر از هر کسی بدونید، من دوباره تکرار میکنم، یه حوله مردونه آورده بودم که پنبهش به جای اینکه 1 سانتی باشه مثلا نیم سانتی بود، و خود این پنبه باعث شده بود که، یعنی مثل که حالا بعداً فهمیدم آقای دانیل هم بعداً گفتم و کسی که کار پنبه بود من گفت بابا این اصلا این نیم سانتی 1 سانتی اصل قضیه است، یعنی همه چیزای دیگه مهم نیست، این چون پرزش میاد بیرون اون تار و پود از هم میپاشه و واسه همینه که میپوشی
هولا رو برمی‌داری می‌بینی هر پرزار و بدنت اون یکی نیست. با همین اشتباه خیلی سخت شد فروختنش، اما نزدیک 1 سال اینا موند و درست شب کریسمس یهو دیدیم 10 و یا 50 برابر حتی فروش بالا میره. در نتیجه برمیگردم به شما، اگر که واقعا داره خوب داره میفروشه، نمیگم خیلی مونده، ولی از الان دورخیز رو بکن، چون اگر الان داری مثلا ماهی 100 تا 200 تا میفروشی، باید به 2000 تا برای اون موقع، و اون خودش شیپمنتاش و اینا چیز میشه. در رابطه با محصولا و حالتهای خاص، ببین باز زمان بده ها، ممکنه مثلا بعد 6 ماه یه رنگ دیگه شروع کنه به فروختن. برمیگردیم به دوره، چون میدونی خب شما یکی از معدود دوستانی هستید که خیلی از اینا رو سویش کرد، یعنی از استارتاپ و تا کوچینگ و تا مدیریت اکانت و اینا همه رو با هم دیگه کار کردیم و به قول معروف پکیج کامل رفتیم جلو. در مجموع اینا اول از همه اون سمپلا رو میخواستم در موردش صحبت کنم که تا اونجا که یادمه سمپلا رو شما نفرستادی یا فرستادی. خب یکی از اون چیزایی که شاید بهتر بود اون سمپلا رو میفرستادی، شاید یه چیزایی رو زودتر متوجه میشدی، بد نبود. ولی بریم سر این که اصلا ویدیو چه شکلی بود، این تیم ساپورت اینا خوب بودن، ایرادشون چون واقعی بگو دنیل، اصلا نمیخوام واقعی بگم که من همین الانش هم که هر سوالی دارم تو بچه تیم ساپورت توی تلگرام میپرسم، واقعا کمتر از 24 ساعت مشکلم حل میشه. واقعا دستشون درد نکنه و دل سوزانه دارن کار انجام میدن. این نیستش که بخوان یه چیزی رو سرسری بگیرن یا بذارن توی ویتینگ لیست رو، نه، واقعا با تعهد دارن کارشون انجام میدن و من واقعا ازشون راضیم. و اون تایمی هم که خب مدیریت اکانتم دست یکی از بچهای تیم بود که خب بنده خدا من هر روز تکست میدادم میگفتم که میشه فردا مثلا من ساعت 7 صبح من باید 8 جایی باشم، 7 صبح میشه بیای سر زوم داری این کار رو انجام میدی، به منم آموزش بدی. بنده خدا از خوابش 7 صبح بلند میشد برای من کار نه واقعا خیلی ما افتخار میکنیم به تیم ساپورتمون. واقعا ساپورت ما یکی از نقاط قوت ماست. حتی برای کسایی که میان به دورای ما رو میگیرن، خب 6 ماه هم ساپورت داریم از زمانی که ثبت نام میکنن و اون خیلی خیلی اصلا تبلیغ نمیخوام بکنم و واقعا نقطه قوتمون. خود منم که خب خوبیش اینه که در دسترسم، یعنی تفاوتی که با دوستان دیگه که کار میکنم اینه که اون خیلی اون پشته و پیدا کردنش سخته اون شخص اصلی، ولی خب من همیشه در دسترسم. اینا که دارم میگم فقط میخوام تاکید کنم که روی این مسائل داریم کار میکنیم، اینا رو مهم میدونیم و داریم روش کار میکنیم. و یکی از نکات دیگه‌ای که دنیل شما میتونید تایید کنید، بالاخره اینجا بودی اومدی رفتی دفتر ما، این همه با هم صحبت کردیم، این که خود ما این همه محصول داریم میفروشیم و خودمون از نزدیک داریم گلاویز شدیم با آمازون و داریم محصولات خودت 120 تا اسکیو من دارم میفروشم و تیم من که دارم کار میکنم. این خودش تأثیر بزرگی داره در شناخت دیگه. 100%. یعنی اگر که شما فقط کارتون آموزش بود، قطعا خودتون هم به مشکل میخوردید، ولی اینکه خودتون درگیر قضیه فروش تو آمازون هستید، به هر حال آمازون آپدیت داره. یعنی یه اتفاقاتی میفته که شاید 6 ماه پیش نبوده توی آمازون این قضیه، یا مثلا نوع چیدمان الگوریتم کاریش فرق میکنه، یا یه سری آپدیت های جدید میاد، یه سری باگای جدید میاد. اینکه شما خودتون درگیر فروش توی آمازون هستید باعث میشه که همیشه آپدیت باشید. و من هر سوالی که از تیم بچه‌ها میپرسم میدم خودشون زودتر ادامهش میدونستن، یعنی میدونستن که میگه اینجا رو رفتی اونجا اون کارو کردی به خاطر این اتفاق افتاده، یعنی که خودش قبلا این اتفاق براش پیش اومده، درگیرش بوده، حلش کرده، حالا داره راحت به من راهنمایی میکنه، راه مسیر درست رو نشون میده. نکته دیگه این که خب شما الان میدونی من چی میفروشم، مشخصه، انبارم اومدی اینجا دیدی محصولات مشخصه و حتی اگه ادعای الکی هم کرده باشن بالاخره دوستان اینجا هستن، آدرس داریم میان میبینن و حالا دفتر شما دیدی، انبار هم هست، ویدیوهاش هست. حالا از این بحثم دوباره رد بشیم، بریم سراغ این که اصلا کلن با توجه به شرایط خاص خودت بیزنس آمازون رو
چه توصیه‌ای میخوای بکنی به کسایی که میخوان بیان تو بیزنس آمازون و چه هشداری میخوای بدی به یه سری افراد که آقا شما اصلا نیایید تو بیزنس آمازون؟ چون ببین ما که نمیخوایم که فقط یکی رو بیاریم اینجا یه کلاس آموزشی بگیریم ازش بریم، ما این رفاقته برام مهمه دیگه و این ارتباطه برای ما همیشه سودآوری داشته. یعنی همه دوستانی مثل شما، کسایی دیگه ما یه محصولا مال شاگردم بود الان داریم با هم میفروشیم. میخوام بهت بگم که این دوتا رو قشنگ مفصل اگه چیزی به ذهنت میرسه من اتفاقا سوال خوب پرسیدی. من یه سری از دوستانم هستن که تازه اومدن کانادا و در هر حال وقتی یه نفر نیو کامره میاد اینجا هر چیزی رو میره امتحان میکنه تا اون مسیر خودش رو پیدا کنه و یه کاری رو برای خودش. من به همشون پیشنهاد آمازون رو میدم، ولی قبلش بهشون میگم که ببینید آمازون اسمش آمازون، وبسایت آنلاینه، ولی واقعا باید نگاهت به این قضیه نگاه یه کار واقعی باشه. انگار که داری صبح که لپتاپ رو روشن میکنی میخوای بشینی باشه، انگار داری در مغازت رو باز میکنی داری میری تو مغازت بشینی. باریکن. یعنی این با اون هیچ فرقی نمیکنه. فکر نکنی مثلا لپتاپ، اول صحبتمون هم این قضیه اشاره کردم، باید براش زمان بذاری، باید براش وقت بذاری، باید خودتو درگیر کار با آنلاین و تکنولوژی و نمیدونم اینجور چیزا بکنی، باید کار کردن با رو بلد باشی و اینکه صبور باشی. یعنی یه ذره باید صبر داشته باشی. شما یه بیزینس هم که راه بندازی تا اون بیزینست برندت شناخته بشه و به سوددهی برسه یه سالی شاید زمان ببره، حتی بیشتر. پس برای اینجا هم باید صبور باشی و باید یه نکته خیلی مهمه آمازون اینه که حالا جدا از اینکه کوچ خوب باید داشته باشی، من فکر می‌کنم برای شروع کار باید به فکر تبلیغات خوبم باشی. یعنی تبلیغات یکی از چیزهای اصلی کاره که باید اون اوایل براش وقت بذاری و هزینه کنی تا برندتو بشناسونی، ولی صبور باشی، کار با این تکنولوژی رو خوب بلد باشی و وقت بذاری. من فکر می‌کنم در نهایت اون چیزی که توی ذهنت بهش میرسی. خب چه چیزی نگران؟ یعنی میخوام اون قسمتایی که مثلا برای بعضیایی که یه سری خصوصیتی دارن، حالا اگه به ذهنت میرسه من بگم که اون آدمو شاید آمازون به درش نخوره. ما به هر حال قدیم قبل از اینکه بخوایم درگیر آمازون بشیم کارمون تو بازار بوده دیگه. یعنی بازم ما کار تجارت می‌کردیم، بیزینس می‌کردیم و همیشه یه پای بیزینس ضررش هم هست. این نیستش که شما همیشه سود بکنی. اینم باید در نظر بگیری. یه جاهایی هم شاید یه سری جنسات باید اینو از همین امروز با خودت تکلیفت رو روشن کنی. یه جایی شاید یکی از جنسات نفروشه و مجبور بشی اصلا زیر قیمت ردش کنی بره که فقط نمونه توی انبار، چون خودت تو انبار موندن هم برات هزینه داره و تو میخوای به هر حال یه پولت هم برگرده که دوباره تزریقش بکنی توی کارت. اینا رو باید در نظر بگیری. این چیزا برای منم پیش اومده. یعنی در کنار سود که می‌کنی یه جایی ضرر می‌کنی. این قسمتی از تجارت بیزینسه، یه پای بیزینس ضررشه. اینا رو باید قبل از اینکه میخوای وارد قضیه بیزینس آمازون بشی به این نکات فکر کنی و در نظر داشته باشی. حالا چیزی که بخواد منو نگران بکنه خیلی نه اینکه شما رو نگران کنه، یعنی منظورم اینه که مثلا که دوستی میاد یه خصوصیتی داره، مثلا میذارم خود من نمیدونم مثلا صبر نداره میخواد یه شبه پولدار شه. آره این واقعا من مثلا ببین چرا؟ چون این تلفنایی که به من میشه زیاده و میخوام اینو از زبان دوستی که تجربه کرده، چون من وقتی صحبت میکنم تو ویدیو میگم به هر صورت یک طرفه است دیگه. یعنی بعضیا خب قبول دارن گوش میکنن، بعضیا میگن نه این همش داره همینجوری میگه و باور نمیکنن. واسه همینه که این دیالوگا رو داریم برقرار میکنیم بین دوستان که ببینن که آقا واقعا کسایی که توی این مسیر قدم گذاشتن هم عقیدن با این قضیه. مثلا خودت تو یه بار به من گفتی که آقا با صبر داشته باشن، همین اول ویدیو برگشتی گفتی و در این حال میدونی چون ما ایرانی هستیم یه ذهنیتی که آقا من بدم 105 اینجا در میارم و اینجا باید مثلا با اینقدر بذارم اینقدر در بیارم. یه خورده در مورد اینام تو به من بگو که مثلا چه ایرادایی داره و اونایی که اینجوری فکر میکنن چرا تو آمازون هستن به دردشون نمیخواد. من یه ذره دیگه امید من متوجه نشدم منظور تو. یعنی ببین آره من بیشتر میخواستم چون این بحثو با هم قبلا کرده بودیم میخوام بهت یادآوری کنم یکی اینکه خب صبر باید داشته باشی. آقا مثلا یارو میاد میخواد تو 2-3 ماه
خرج زن و بچه‌شو بده با آمازون. خب این مثلا شدنی نیست. نکته بعدی اینه که مثلا اومده میخواد $10,000 پول بذاره، میخواد ماهی $10,000 در بیاره با اون $10,000. میدونی چی میگم؟ یعنی میگه آقا من مثلا حال سود آدم یه تعرفه‌ای داره، یه تلرانسی داره، آدم میدونه یا مثلا 10% 15% برای شروع کارت که بیشتر نمیتونی سود بکنی. اگه $10,000 بذاری، اگر خیلی خوشبینانه $10,000 تو یک ماه بتونی کل جنسی رو بفروشی، نهایت میخواد بده $1,000 $1,500 سود بده، اگر که تازه تو ماه اول بتونی کل $10,000 جنس رو بفروشی. بله. و در طول سال ببین سرمایه شما به طور کلی در طول سال اگه خوب بفروشی 1.5 برابر میشه. ببین سرمایه رو دارم میگم ها. چون بخاطر هزینه‌های دیگه داری، خودت زمان میذاری، اونا رو باید بالاخره حساب کنی. اما سرمایه شما اگر آخر سال 1.5 برابر بشود، شما بردی بیزنست رو هوا میخرن توی کانادا. چون بالاخره حقوق دادی، خودت یه پولی برداشتی، پولت اونجوری شده. الان شما فرض کن اگه شما $100,000,000 بذاری آخر سال بشه $150,000,000. ترامپ هم اینجوری در نمیاره. حالا تو نمیاد. رقم‌های پایین این نرخ به قول شما میشه 15%، میشه 2 برابر میشه. ممکنه تو مثلا $1,000 بذاری. 15% من آره. سود خالص قضیه رو در نظر گرفتم. بله بله. و همین حساب این نکته‌ایه که میخواستم چون تو بیزنس کردی یه مقداری از زبون خودت توضیح بده که آقا یه هر چیزی منطقی داره. شما مثلا چون واقعا درد منه ها که یارو زنگ میزنه میگه آقا من $1,000 بذارم $10,000 بذارم ما $10,000 در میارن. میگم آقا مواد دم اینقدر در نمیاره به خودت. تو اگه بری کوکائین هم بفروشی اینقدر سود نداره حضرتم. حالا یه خورده مثلا اگه نقطه نظری داری در این رابطه به من بگو. نه خب این که همچین انتظاری بخوای داشته باشی از آمازون یا از هر شغل دیگه، اصلا چه ربطی به آمازون هم نداره، یه ذره دور از عقل و منطقه. اصلا همچین چیزی اینجوری باشه که خب همه دنیا میان کارشون رو ول میکنن میان تو آمازون جنس میفروشن. این که آره. آره اینجوری که نیستش که مثلا $10,000 بذاری $10,000 ماهیانه ببری. ولی اینکه تو به یه درآمدی برسی که به هر حال بتونی اون به هر حال یه منطقی پشتش باشه، تو به اون منطق میرسی. به نظر من سوده که در نهایت بعد از اون که پروسه زمانی که میذاری تا پیج تو به اون سطح استاندارد برسونی و به اون فروش ثابت برسونی، خب خیلی المان‌های مختلفی از جنست باید کوالیتی خوبی داشته باشه، باید تکمیل باشه، همیشه باید اینونتوریت کامل باشه، خیلی چیزا هستش که باید در نظر بگیری تا به اون نقطه برسی. ولی من فکر می‌کنم وقتی به اون نقطه برسی، در نهایت فروش سود در واقع تو از کسی که داره همین کارو به صورت استور انجام میده بیشتره و تو فعالیت فیزیکی کمتری هم میکنی و ریسک کمتری داری ریسک کمتری هم میکنی، چون دیگه چون هزینه اجاره نمیدی. نداری، هزینه نمیدونم حقوق کارگر نداری، یوتیلیتی نداری، وقت تایم خودت مال خودت، همه اینا رو بذاری کنار، در نهایت برنده تویی هستی که داری تو آمازون وقت گذاشتی و خودتو رسوندی به اون سطح استاندارد و لول بالا. در نهایت برنده. خیلی هم عالی. حالا نکته دیگه اگه هست که دوستانی که حالا تصمیم دارن به یه سری خیلی موارد خوبی رو گفتی و من ممنونم ازت. نکته دیگه اگه هست برای چه کسایی که دارن فکر میکنن که بیان تو آمازون، مثلا بیان یا نه، چه اونایی که تو آمازون اومدن و موفق نیستن و چه کسایی که فکر میکنن میتونن موفق بشن اما آقا نه یا اینجا به درد شما نمیخوره. اگه چیزی به من ذهنت رسید به من میخوام بگم، من فکر میکنم که آمازون برای ورودش اولین چیزی که نیاز داری یه کوچ درسته و مسئله آخه میدونی اگر که تکلیفت مشخص نباشه که میخوای چه چیزی رو بفروشی، هم باز دوباره از طریق کوچ درست تو میتونی به اون نقطه برسی که چی بفروشی. یعنی هر چی میخوام بگم، به هر نکته‌ای بخوام اشاره کنم، باز به این قضیه میرسم که فقط یک کوچ درست برای شروع کار میخوای و اگر که واقعا این قضیه رو درست انجامش بدی، قطعا به موفقیت میرسی. ممنونم ازت. حالا من خیلی سعی میکنم که شما لطف داری به من دنیل جان، ممنون و درستم داری میگی. آره خودمونی، واقعا خودت بری
اگرم موفق بشی تو آمازون خیلی طول میکشه. حالا ولی من خودم شخصا نباید این مسئله رو خیلی روش تاکید کنم، چون خیلی چیز ولی حالا ممنونم که شما داری میگی. نه باید. آره من چند تا چیز رو بگم، نه به خاطر اینکه حالا خودم دارم اینو تدریس میکنم، اینو برای دوستان دارم میگم. خیلی مهمه که اون کسی که داره بهتون آموزش میده جاش مشخص باشه، کارش مشخص باشه، محصولش مشخص باشه. خیلی شما بتونی یه معیاری برای اون کسی که داری بهش اعتماد میکنی به هدیات بده داشته باشی. آقا من 7 فیگر سلرم، مثلا خیلی هم میگن 7 فیگر سلر دیگه، من اصلا نمیگم، چون 7 فیگر سلر در آمازون اصلا افتخاری نیست. این برمیگرده به اینکه شما چقدر از اون فروشه، همینجوری که آقای دنیل گفتن، اینکه حالا میفروشی چقدرش سوده چقدرش نیست، یعنی مطرح شده بود تو این صحبت ها. بالاخره فروش یه چیزی، هزینه‌های انبارداری داری، هزینه‌های دیگه داری که اشاره شد. اینها درست کردن، مشخص کردنش خیلی کمک میکنه. کسی که خودش تو کار باشه نکته جعبه رو میفهمه، کسی که تو کار نباشه میگه خب بفرستیم بره دیگه، این هزینه فولفیلمنت سنترش انقدره. اما وقتی تو کار باشی میگن یه ذره اینو کوچیک‌ترش کنم، یه تای بیشتر بزنم، یهو میبینی 4-5 دلار واقعا فرقش میشه و 4-5 دلار شما تو رقابت جلو میافتی. توی محصولی که مثلا 30 دلاره، 4-5 دلار خودت میدونی اصلا یهو یه ادوانتیج عظیمی بهت میده دیگه، یهو نسبت به رقیب 4-5 دلار جلوتر انداختن و هست. من در مورد هولایی که میفروختم قشنگ یادمه، اینا یه جعبه هایی میخواستن برای ما تهیه کنن، خیلی خوشگل، اینجوری ناناز باز میشد و یه پاپیونی هم داشت و اینا، بزرگ بود. ما همین رو برداشتیم، یه نایلون خریدم، نایلون سفت، اینا رو کردم دو که این نگر داره اندازش کم بشه. یهو 6 دلار توی در واقع فولفیلمنت من تاثیر گذاشت و این تاثیر باعث شد که من بتونم بفروشمش. لزوما هولای دیگه هم بهتر از مال من نبودن ولی من دنبال پرفکت بودم و این سوتی رو دادم. من مطمئنم کسی مثل شما دنیل جان این سوتی رو نمیده، برای اینکه توی محصول بوده دیگه. یه مقدارم برمیگردم به حرف قبلی تو، ببین یا باید یه خاکی چیزی رو خورده باشی، حتی این جمله هم من خودم تجربه کردم دیگه، از این واضحه، یا باید خاک یک اینداستری، یک صنعتی رو خورده باشی یا حسابی تحقیق کنی. من نمیگم کسی که مثلا حول نفروخته، حول مردونه، من دیده بودی حولامه که حول مردونه و اینو نه دیده بودی دفتر یا نه، حول مردونه نفروخته، خب نباید بیاد دیگه. برای اینکه مثلا من حوله آوردم، شریک ما میگفت بدون کلاه باشه، بعد فهمیدم آقا همه میخوان یه هودی کلاه رو بنزن سرشون تمیز کنن، میخواد بگه یعنی یه چیزایی به این تجربیات اینجوری. شما اگر تو این اینداستری بودی میدونستی بابا اون حوله بیشتر از این میفروخته، این میفروشه، اینا بیشتر ربد و شام و ایناست. پس یا باید بدونید یا باید تحقیق کنید. حالا یه نکته دیگه هم هست، اگه خاطرت باشه اینو با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم لزوما بیزنسی هم که شما داری کار میکنی رو باید تحقیق کنی، ممکنه اونم لزوما بیزنس خوبی برای آمازون نباشه، یعنی همین محصولات شما رو ما یه چکی کردیم اول اگه خاطرت باشه. بعد اینم هست، یعنی فقط من این کارو از اینکه من آمازون رو چک کردم، من برای اون جنسی که میخواستم بیارم فروشگاه ها رو چک میکردم ببینم از این محصول. این نکته خوبیه، اینو بگو خیلی جالبه. میخواستم ببینم مثلا تو فروشگاه هایی که دارن جنس های مثلا این جنس رو میفروشن مشابه این محصول هست، اگه هست قیمتش چنده، اگه هست فروششون چقدره، اگه نیستش بعد میرفتم من از دوستانی که اینجا داشتم تو هر کامیونیتی که میرفتم راجع به این قضیه سوال میپرسیدم ببینم همچین چیزی رو میدونی کجا میفروشن. مثلا تو یکی از محصولان واقعا با هر کی صحبت کردم همه میگفتن ما اینجا پیدا نکردیم، ای کاش که بود. خب خیلی نیازی بود و اینجا من نمیدیدمش. بعد ازشم خوب جواب گرفتم، واقعا ازش خوب جواب گرفتم وقتی آوردم. و یه چیزی که میخوام بهتون اضافه کنم، ما یه سری ریز هزینه ها داریم برای مثلا شخص خودم. قبل از اینکه وارد آمازون بشم اصلا فکر نمی‌کردم همچین چیزایی وجود داره که مثلا همین نوع بسته‌بندی، سایز بسته‌بندی، یا مثلا یه سری هزینه‌های دیگه که هستش تو آمازون، نوع کمپین درست کردن توی روزهای ارزان‌تر گرفته، یه سری نکات ریزی داره که واقعا اینا چیزی نیستش که بتونی همینجوری به دستش بیاری. بابت به دست آوردن اینا 2 تا چیزو باید
فدا کنی، هم کلی اولش از جیبت هزینه میکنی تا دستت بیاد که من اگه مثلا این کارو میکردم هزینه‌ام کمتر میشد، و از طرف دیگه کلی باید از وقت تو بذاری براش. دنیل جان، من آخر کار خواستم فقط جمع‌بندی کنم. ببینید این نکته‌ای هست که مثلا بخواید در انتها برای کسایی که یه جا میخوان بیان یا قراره بیان یا اومدن شکست خوردن بگی. یه مطلب دیگه هم هست امید جان که من فکر میکنم خیلی مهمه و باید بهش توجه زیادی بشه، اینه که ببین من از شخص خودم بگم، خب من قبل از اینکه بیام اینجا و کلا بخوام توی آمازون فعالیت کنم، به هر حال توی ایران بودم، تو بازار بودم، دستم همیشه به ماشین حساب و حساب کتاب و اینجور چیزا بوده. وقتی یه کاری میخوام شروع بکنم به ریزترین چیزا رو حساب کتاب میکنم. همین الان که میخواستم آمازون رو کار کنم، واقعا همه دیتیل‌های مختلف کار در نظر میگرفتم و به یه جنبندی میرسیدم. اما وقتی وارد کار شدم دیدم یه سری ریز هزینه‌های وجود داره که اصلا من ازش بیخبر بودم. و مثلا یه نمونهش همین قضیه بسته‌بندی، که سایز بسته‌بندی باید چجوری باشه که تو هزینه‌تو بتونی کم کنی، یا مثلا مرجوعی یا گم شدن جنسات، یا هزار تا چیز دیگه هستش که من ازش بیخبر بودم. و وقتی که اومدم تو دل قضیه دیدم که پس این هزینه هست که مثلا در نظر نگرفته بودم و مثلا روی کارم یه قیمتی رو گذاشته بودم، یا مثلا چون اینا رو در نظر نگرفته بودم فکر می‌کردم اگه کارمو بیارم روی این قیمت بفروشم میتونم رقابت کنم. بعد که جنسو آوردم دیدم این هزینه‌ها وجود داره، خواستم حالا اینم تو دل جنسم بگنجونم، عدد رفت بالاتر، دیدم نمیتونم رقابت کنم. یعنی این چیزی که قبل از اینکه میخوای شروع بکنی باید به این نکته توجه کنی و باید آگاهی کامل از ریزترین هزینه‌هایی که قراره باشون مواجه بشی داشته باشی، که بتونی محاسبه کنی که ببینی در نهایت میتونی جنس رو چند بفروشی و آیا این قیمتی که میخوای بفروشی در آمازون با توجه به رقابت گسترده‌ای که هستش جواب میگیری یا نه. این یه چیز خیلی مهمه. درست، کاملا به نکته درستی اشاره کردی. حالا شما خیلی دست تو کار بودی، تو بازار بودی، احتمالاً اینا رو میتونی محاسبه کنی. برای کسایی که حالا اینقدر آشنایی با بیزنس ندارن، چون بیزنس هم آشنایی میخواد دیگه، یه سری تولز هست مثل هیلیوم 10 که میتونه به شما کمک کنه. وقتی وصل میکنید اکانتتون به هیلیوم 10، زیرو بم اینا رو مثلا درصد تبلیغات رو میکشه بیرون، انبار دارید همینا رو براتون محاسبه میکنه و بهتون یه آمار دقیق تری، یعنی آمار دقیق در واقع میده که شما چقدر سود کردی، چقدر، یعنی قیمت رو بهش میدی، هزینه های شیپینگ رو بهش میدی، به تو قیمت میده. خب یه خورده هیلیوم 10 سابسکریپشن داره دیگه، این نسخه مجانی هیچ چیزی به درد نمیخوره، همیشه باید یه سابسکریپشن بخری. این مژده هم بدم که یه لینک اینجا میذارم، کسایی که دوست دارن ما یه تخفیفی از هیلیوم 10 گرفتیم به خاطر اینکه شاگرد داریم، هر کی خواست از اونجا بره. حالا واسه ماهی که دارید این ویدیو رو میبینید، حالا 30%، 40%، 20% تخفیف میخوره روی، در واقع برای 1 سال بهتون تخفیف میدن روی سابسکریپشن هاشون، که خب خیلی بهتره بالاخره، چون 30%، 40% هم تخفیف بگیری ممکنه خیلی بهت کمک کنه اون سابسکریپشن. اینو گفتم، هیچی هم برای من نداره، فکر نکنید من مثلا زینف هستم، فقط این تخفیف گرفتم چون لازم میشه. ببخشید اینو من اینجا گفتم که حالا اونم میتونه، کسایی که مثل شما حالا به هر صورت دست به ماشین حساب نیستن بتونن مثلا منی که بودم هم به مشکل خوردم. یعنی منی که فکر میکردم میتونم محاسبه کنم و ریزا ترین نکات رو بهش توجه میکنم، در آخر به مشکل خوردم. یعنی این چیزیه که به هر کسی نیاز داره فکر میکنم. فقط یه نکته خیال دوستان رو راحت کنم که الان پس از زمانی که شما شروع کردید، میخوام بگم که بیزنس آمازون کار میکنه اگه درست بری جلو. از زمانی که شروع کردی نمودارت رو به رشد تصاعدیه، درسته؟ یعنی جنسات داره هی بیشتر و بیشتر، خب اولش نمیفروشه، بعد هی بهتر و بهتر میشه، درسته؟ من حتی یه چیزی بود که اینم خیلی جالبه، حالا اگر با همین دوستتون که همکارتون که برای اون اوایل اکانت من دستشون بود مدیریت میکردن صحبت کنین، یه بار لیستینگ من آماده کرد، بعد کمپین منم آماده کرد، یه ماه نشده بود اومدیم با هم یه کمپین چک کنیم، رفتیم دیدیم فروش چقدر رفته بالا، خودش تعجب کرد چقدر خوب داره میفروشه این کمپین. اینو مثلا حالا یه سری نکات داره که حالا تو فیلم‌ها تو آموزش‌ها بعدا بچه‌ها بیان یاد میگیرن که مثلا به صورت منوال بتونی کمپین تو درست بکنی. بعد ما اون به صورت منوال اون قسمتی که بیشترین تأثیر تو فروش داشت رو پیدا کردیم و یه چیزی بود که مثلا
تو مدت زمان 3-4 هفته ما قشنگ رسیدیم به یه فروش خوب روی اون جنس اولی. بله این اتفاق خیلی خوبی بود، من یادم. البته بگم یعنی مسلما در طول کارتون یهو فروشای خوب میبینید، اما بیشتر باید دوستان دیگه میگم، من با شما انقدری کار کردیم همه چی دستمون بود، اما به دوستان دیگه میگم خب همیشه هم اینجوری نیست که مثلا تو 3 هفته بره بالا. الان محصولاتی که یک آره، چون ما مثلا موردی داریم از دوستان دیگه که اومده میگه مثلا من کمپین ما بدم شما یه هفته‌ای بفروشید، میگم آقا ما تلاشمون رو میتونیم بکنیم، آخه فلان محصول فلان جای فلان کس اومده 3 تایی 3 هفته‌ای برده بالا، میگه خب منم نمونه 3 هفته‌ای بالا بردن زیاد دارم، ولی دلیل نمیشه حتما. ببین خیلی چیزا، اون لحظه کمبود مارکت، نیاز جامعه، همه اینا یهو جمع میشه و خوبیش اینه که شما اون 3 هفته رو که تجربه کنید دیگه اون بالا میمونی، یعنی دیگه زمین نمیخوری، از اونجا شروع میکنی رفتن بالا. بله رشد شما رو که من که میدونم، ولی حالا خواستم شما به زبان خودت بگی که رشدی که داره میکنه چه شکلیه که لطف کردی و گفتی. خیلی ممنون دنیل جان وقت تو گذاشتی، واقعا میدونم الان تو این شرایط اینجا و میدونم تو هم یه خورده درگیری و این کارا، خیلی خیلی منت سر ما گذاشتی که وقت گذاشتی و اینجا شرکت کردی و اطلاعات خیلی خیلی خوبی گفتی، به ما هم خیلی لطف داری، دست در نکنه. اگر نکته‌ای نیست من دیگه وقت تو بیشتر از این نمیگیرم و باهات خداحافظی می‌کنم. سلامت باشی. قربونت برم، مرسی، سلام برسه. نه سلامت. خداحافظ. نگهدار. خداحافظ.